حضرت با مادرش میگه عهد کرده بود است. حسن بصری تابعین شاگرد صحابه یکی بزرگای اسلام میگه با مادرم عهد کردم که مادر جان من انشاءالله تا وقتی که شما زنده هستید من زنده هستم هر شب میام با شما صحبت میکنم، پاچه های شما را میجقم سم میکنم، شما را مثل که مرا الله گفتین برای شما سخنهای نیک میگم، شما را خواب میکنم، بعد میرم جاگه خواب خود و نزد زن و فرزند خود. حضرت میگه هر بگه همی کار میکرد. شبی از شبها حضرت که جای نشست داشته نمیتونه نشسته بود است، دیرتر رفت که مادرش خوابه روی آدم پیره از دستکاش وجقام پیر مردم یه بار که شب بیدار شد دیگه خوابش نمیبره، مبادا بیدار شد و دیگه خوابش نبره و رنجور شود، مادر آزرده شود. گفت خلاصه مادر شد دست پاش نجقید. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس. دست پاش نجقید. نگاه کرد که در کف پای مادرش اند خاک چنگه، در کف پای مادر خاک چنگه که جای کمپیر او دورای تر قالینا نبود که بالاشان بگرده که جای غج نشود. خانه های لایی چنگ خاک کف پای مادر میگه نگاه کرد که هنه چنگ گرفته است. بعد خم شده پای مادرش بوسه کرد و همین ریشش حضرت پای مادرش چنگش تازه کرد میده بر ریشش. شب خواب کرد، صبح نماز بامداد بزرگا عادت چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه بزرگا سنت پیغمبر است که نماز بامداد میخواندن و مردم رو می آوردن. مردم می پرسیدن آیا سوالی دارین، پرسشی دارین؟ یک نفر خیس گفت حضرت من یک پرسش دارم. گفت بگو چی میگی؟ گفت این شب خواب دیدم، خواب مرا تعبیر کنین. گفت چی خواب دیدی؟ گفت جناب شما را خواب دیدم. خواب دیدم که ریش مبارک شما در و مرواری داره، از روی شما نور میباره. این تعبیرش چی باشه؟ حضرت گریان شدن گفتن درست میگی، این شب به این ریش که در و مروارید دیدی من خاک پای مادر پاک کردم و تازه کردم. خاک پای مادر. برادر عزیز، ای خدمت پدر و مادر ما و شما درجه می‌یابیم. درجه ما و شما از خدمت پدر و مادر است. از خدمت پدر و مادر. اگر پدر و مادر راضی نباشه، حدیثی را که داملا گفتن خدا اعلان رضایت نمیکنه. زندگی علقمه رضی الله عنه را شما میدانید. زندگی علقمه را شما را صحبت کردگی ان علما. هنگام مرگ ده افتید، هنگام مرگ ده پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه را روان کرد برین تلقین شهادتش کردین. رفتن علقمه را تلقین شهادت میکنن، کلمه از زبانش نمیاد. صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن حبیب خدا هر چی میگیم علقمه تکرار میکنه و کلمه را میگیم علقمه سکوت میمونه، تکرار کرده نمیتونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت در جستجو کنیم پرسین که پدر یا مادر علقمه زنده است. خبر آمد که مادرش زنده است. گفتن که جا از گفت پایان قشلاق زندگی میکنه. بریم بگیم پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست کرده است که نزد ما بیاید. اگر امکانیت داشته باشه، نداشته باشه پیامبر نزد او میره. خبرش کردن که مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر بتونه نزد ما بیاید، اگر نمیتونه ما نزد او میریم. این مادر گفت که من به سرم پیش پیغمبر میرم، چی برسه به پام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرده است من به سر پیش پیغمبر میرم. مادر حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و پیغمبر خدا فرمان کردی حاضر شدیم. چیکار کنم؟ خدمتی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مادر علقمه ای؟ گفت بله. او علقمه کیه؟ گفت علقمه صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مادر گفت حبیب خدا علقمه صحابه پیغمبر است. علقمه از پشت پیغمبر نماز میخونه. علقمه با پیغمبر خدمت کردگی است.
در رکابا در بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. علقمه این است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ایش میدانم. علقمه در نزد تو کی است؟ مادر گریان شد و گفت علقمه در نزد من هیچ کی حبیب خدا. علقمه در نزد من کسی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم پی برد که مادر رنجیدگی. گفت که میدانی که علقمه در وقت مرگ قرار داره، کلمه را گفتن نمیتونه، اگر نبخشیش خاتمه بخیر نداره، اگر نبخشش خاتمه بخیر نداره. حدی اقل به خاطر خاتمه های بخیرتان مادر و پدر دعاش بگیرین خدمت کنین. گفت پیغمبر خدا در آب بگو میپرم، در علا بگو میرم، اما علقمه را نمیبخشم. مادر گفت علقمه را نمیبخشم. گفت امام ذهبی در کبایر شیره آورده سی حدیثه. اگر چند حدیث ضعیف میگن اما معناش صحیح است. معناش صحیح است برادر عزیز. گفت که نمیبخشمش. گفت نمیبخشمش. حبیب خدا گفت ببخش مرا. گفت پیش تو عذرخواهی میکنم که فرمان شما را اطاعت نکردم، اما علقمه مرا رنج دادگی است. گفت نمیبخشمش. گفت رنجم دادگی. گفت چی رنج دادگی است؟ گفت روز من نگاه کردم که علقمه خردسال به پدر بود. گفت پدر علقمه بر وقت گذشته خردسال بود. گفت من به خاطر علقمه شوهر نکردم، علقمه را کلام کردم، زنش دادم، نگاه کردم که در زندگی علقمه من زیادی هستم. روز بارام جمع کردم، گفتم میرم جای دیگه زندگی میکنم که علقمه آمد. حداقل نگفت که مادر بیا قتیما بیست، مرا کمک کرد و برد دیگه خانه پوشاکامو گذاشت برای زنش. ما برای زنمان چقدر آزار میتیم امروز. رمضان بود، رمضان گذشته رمضان مسجدها بسته بود. رمضان دیگه بود، یک مکتوب کلان آمد، یک بچه بابای داملا همین مشکل ما را نصیحت تان قطعی حل کنین که در بسیار سختی گرفتار شدم. همسرم من شرط مانده است، اگر پدرت نبری در پیرانسال خانه نمانی من قطعی زندگی نمیکنم. من چیکار کنم؟ 3 فرزند دارم. من چیکار کنم؟ مادر علقمه گفت ای حبیب خدا من دلم از علقمه رنجیدگی است، نمیبخشمش. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که غیزم جمع کنه. گفت همین میدان کشاده گفت بیرده غیزم جمع کردن. گفت علاوش بزنید، علاوش بزنید و علقمه را بیارید. مادر وقتی فهمید علقمه مادر خسیله رحمه، دلش میسوزه، فرزند دلش میسوزه، در وقتی فهمید که علقمه را بیارین، گفت پیغمبر خدا چیکار میکنی علقمه را؟ گفت پیش چشم در آتش میپرتامش، در علا میپرتامش. گریان شد. گفت همین یک فرزند دارم، همین را در علا میپرتای. گفت اگر تو نبخشش، گفت این علقمه دوزخ میره. گفت چیکار کنم که نجات بیاوه؟ گفت ببخشش. مادر گفت که حبیب خدا من صد جان خدا گذشت من علقمه. گفت بخشیدمش. گفت خدا تو شاهد باش من علقمه رو بخشیدم. گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بدوین این که خانه علقمه برای این چیگه. پس رفتن دهن در علقمه ده رسیدن که ای دالان حضرت علقمه لا اله الا الله محمد رسول الله و صدای بلند گفته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم علقمه را گور کردن، زیر خاک در قبر گذاشتن، از سر قبرش موعظه کردن. گفتن ای انصار و مهاجر آگاه باشین که کسی زنش از مادرش بالا میدونه خدا او را لعنت کنه. خدا او را لعنت کنه. به خاطر برادر عزیز پدر و مادر را حرمت کنید. هر چقدر میتونین دعاشو نبگیرید. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید. بعد مرگش آب پاشیدن چی سود؟ بر سری گوری او آب پاشیدن چی سود؟ عزیزای خدا میگن تا وقتی زنده است پدر و مادر حرمت شه بدن، وگرنه بعدی مردن بالای سر قبر او گریه کردن های ما و شما هیچ فایده نداره. برادر است پدر و مادر را حرمت کنیم، خدمت پدر و مادر کنیم، دعای پدر و مادر بگیریم، برکت عمر شما همین است. به خدا خدای مهربان ما و شما را توفیق نصیب گردانه که پدر و مادر احترام داشته باشیم، در حق پدر و مادر دعا داشته باشیم. پروردگار مهربان به دعای پدر و مادر ما و شما را اهل جنت گردانه. خدا کنه که جوانای ما و فرزندای جامعه ما و شما احترام پدر و مادر را به طریق باید شاید همونی که خدا و رسول فرمیده است و جا بیارن و به دعای پدر و مادر برکت عمر این ملت و این قوم و جمعیت پروردگار مهربان زیاده گردانه. خداوند خاتمه کار هممون به خیر و ایمان